چیلا گوداگدار شید، فرزنددار شید دوستان عزیز. بیا دوستان عزیز برای پیشرفت کار ما یک متر دریغ ندارین. با فکر ختم پدر مادرت برای بعدی کاری خود دایا برای نکی خط اکای ما یا خیدار برای ما روی نمونی برای کی روی میمونی ها تا که چیلا مردی کار شده اگر در دهقان بازار شهر دوشنبه به نام طرف گپرزین همه چیز حقیقت داشت. اوه حقیقت بود. رفتم جا کار میکردم. چی کار میکردی؟ اونجا در عربه میزدم. عربه میکشنم. هیچ وقت من این بچه‌ها را عیادم نمیبرم. کاتین کار کنی. خیلی ارزان میکشی، خیلی میکنی کار میکنی چکنی. رحیم پروداکشن. مرکز خدمترسانی زیارت شاب طول یک چند وقت می شود که توابت گیمرید را بهر میزبانان خود کشاده اعلام کرده است. شخصانی که در مسکو و مسکوسکی اوبلاست می باشند می توانند که به سراغ ما انا همون دکان خاکسارانه تاجیکانه ان شاء الله مراجعت کنند برای توابت گیمرید. توابت گیمرید وابسته از حالت بیمار بوده از 4 تا 8 ساعت دوام می دهد و با داروهای گیاهی که از کتاب ابو علی ابن سینا گرفته شده است توابت کرده می شود. چون همیشگی برای توابت گیمرید حجامه و دریافت کردن داروهای گیاهی به دکان خاکسارانه ما تشریف آورید. تنتان صحت باشه. السلام علیکم دوستان و هواداران سنت دوستان عزیز. السلام علیکم میگم با کل مردم تیمور ملیک یعنی کنگرتی بوسانی دوستان عزیز کسی که نوار ما را تماشا کردین چقدر که در نوارا شما گفتین که کی بعد دوربینی چیلا میره چیلا توی شخای دستگیر کرده ماشاءالله بهترین کودکدار شید نشید اوید زندگی چیلا جان امروز اینا ما میدرویم با دروازه تیمور ملیک پورا معلومات میتیم اوید شما کمتر از زندگی چیلا باز برای شما قصه میکنیم دوستان عزیز. برای پیشرفت کار ما یک متر دریغ ندارین. الله نگهبان هر یک ما و شما سفر ما را خداوند نیک بگردونه. ما میریم با دوربینی چیلا انا چیلایی که در یوتیوب همه را حیران کرده بود باید توی زیبا باید توی که شما برادرها دستگیری کرده بود. هزار رحمت الله. اکای چه خیلیه در زبان جنوب سوزکی خط اکای ما یا خیدار برای ما روی نمونی برای کی روی میمونی ها اوه من ساری گوشتار نکیم خود اومده ساری گوشتار السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. امروز این ما بعد دوربینی چیلا بعد یک نیم سال توی با نوار نوبتی ما همراه اکای چیلا این روی اکران برآمد. دوستان عزیز شما در هر یک کامنت می‌نویسین که اکای رحیم توی چیلا را گذروندید ماشاءالله بهترین همون چیلا چی گپ شد با گفتی بعضی نفرا که میگن که چیلا گوداگدار شد فرزنددار شد. دوستان عزیز به قصه پر اسرار اکای چیلا را در یک نیم سال حیات زندگیش از خودش پرسان میشویم که بعد از تویی که ما کردیم زندگیش آیا خوب شد بد شد سطح زندگی چخل شد زندگیش چخل پیش برده سای عروس مابودو رنگ ریگریش خر نکرده باشه رفته باشه همه پرا معلومات ان شاء الله اکای چیلا جان متا کم تر شوخی کرده میزنیم. السلام علیکم اکا. علیکم السلام. یک سلام علیکم میکنی همراه مخلصایی که طول یک نیم سال باز خطا انتظار هست. سلام علیکم مخلصای عزیز. سلام میخوام به همه شما میرسونم. زنده باشید سلامت باشید در هر جای باشید
خداوند نگهبانتون باشه. یا لایک دریغ نداره نه؟ یا لایک دریغ نداره. انا دوستان عزیز استاپ میکنیم یا لایک میزنیم برای پیشرفت کاری ما درشی تماشا میکنیم. هر اون کسی که هستین در کامنتر ان شاء الله در حق اکا چیلا جان دعا کنین ان شاء الله که اکا چیلا جان بعد که توی که ما کردیم خیلی الحمدلله بهترین دستگیری برادرها و یک دستگیری یک مون بک اوما از خش تبار همسایه یار رفیق همسینفا همه سر کردگی در توی تو خدمت کردن همه چیز حقیقت داره یا نه؟ بله حقیقت داره. حتی برادران همسایه قشلوقی هم بودن که یک چی نیمه چی آوردن مثال دستگیری کردن در خانه روز چیدن امروز خطا توقع هیچ نکردی ها؟ نه. برادر جانان عزیز اکای چیلا یکم نواری که ما کردگی بودیم همین خیلی بهار بود ها بالای که در برآمدیم کردیم بهار بود. وقتی که شما گریان شدین گفتن که مرا در قشلاق مسخره میکنن به حالو میخندن چیلا گفته هر خیلی مسخره ها میکنن همه چیزا حقیقت داشت که ما در بالای که برآمدگی افیر کردگی دیمک ها بله. بعد همو شما اعتماد داشتین که همین نواری رحیم پروداکشن زندگی شما را دیگر میکنه. بله. همه چیز در زندگی شما شد. شدک. حاضر مناسبت مردم کودکایی که در قد رو میبینن بعد توی شما چه خیلی معامله شد؟ خیلی سوزم. یعنی او گپ چپایی که پیش او ازدواجی که بود تای گپ چپ نیست. او نیست. نه. چه خیلی ینگه خدمت کرده سای؟ شکر خدا. با پدر و مادر مخبول شد؟ بله. انتخابی که در زندگی کردیم یکم انتخاب ختون از شهر بود یعنی از طرف ریگر همین خیلی بود بله. که ختون دیدگی بودین ختون انتخاب کردگی بودین وقتی که وریانت دیگه برای شما پدر و مادر پیشنهاد کرد انا میزنه که حاضر حیات بسر برده سین همراهشون شاید که با شما اول معقول نبود نخواستین فلان بهمدان ای خیل او خیل لیک بعد زندگی شما چی را حس کردین مثال پدر و مادر رحمت میگن لعنت میگن چی میگن همین رقم نه رحمت میگن خیلی میگن رحمت خیلی خیلی سودا است. با فکری ختم پدر و مادرت برای بدی کاری خود یا برای نکی؟ نه برای خوبی خودم. برای نکی. اگر که امروز خود همون دختر شهری را میگرفتی زندگی خود چقدر تصور میکردی؟ هیچ. زندگی خود نکرد. ممکن که زندگی خیلی نمیشده برای که هر چیزی که پنهان میکردی برای ما نمیگفتی لیک در اصل بود جزیره که خودت میدونستی مثال همون طرف همش همه چیزا بودن. من خودم میدونستم همون دخترم بود دیگه همین زندگی بعد همون بود با انتخابی خودم میدونم که واجد اگر میگفتم نمیشد. انا دیدین چیلا جان انا میگذاریم سر قسمت اساسی که برادرها الکای انتظار هستن که چیلا گودکدار شید یا نه؟ شده انشالله. شده راه ده یا؟ راه ده انشالله با باوری کامل با برادر رو گفتم میتونیم که باز یک روز ما نوار میکنیم اینجا در مخصوصا مرکز خدمت رسانی زیارت چوب اکا عبدالله جان قاری جان گفتن که اگر همین چیلا گودکدار شوه یک کلیسکای کلونی که حی میکنه که همون نرخش نمیدونم از 1,500 بالای کلون همین نامی ما پدرکه میکنیم با چیلا. ما هم در فدراسیون روسیه بودم گفتن که چیلا گودکدار شده ما تصمیم گرفتیم که همین اومدن ده همین را در خدمت بیارم. لیک ما همراه شما زنگ تلفنی کردیم گفتن که در راه ولی گفتیم ها این راه داری چند اصلا میفرویا ببرویا برای ابی گفتیم ابی که شب ای بالانس برآوردن شه کالیبر همه شب چه خیلی که در توی اولین قدم در برات بدم ان شاء الله که در همیم در برات میشم و این اکای عبدالله جان قاری جان همه چیزا برای خودت گفتن الکه ولی گودک نیومده نگارش قروزی اومده سای ان شاء الله خدا خواهد میشمش. با برادران چی گفتنی طول این قدر وقت زندگی حاضر زندگی تا چخیل پیش برده سی ما نواری که کرده بودیم برای تو کارت مونده بودیم برای توی معرکت گذراندن یک مدت گفتن که چیلا مردی کار شدگر در دهقان بازار شهر دوشنبه به نام طرف گیپرزیم همه چیز حقیقت داشت؟ حقیقت بود. رفتم جا کار میکردم. چی کار میکردی؟ اونجا در عربه میزدم. عربه میکشنم. یک روز در چند سم کار میکردی؟ 11 سم 8 سم خیلی. مردم چه خیلی بود یگون کس میدید که چیلا تا همون آدم نیستی در یوتیوب رو میگفتن خیلی میگو خیلی بعد که باز زندگی دیگه خیلی بول خالکی نمیشوه خیلی میکردم عذاب بود خیلی میکردم. بود یگون نفر یگون مخلصی که شتر یگون سوم از دل برآورده دادگی باشه برای که مثال همچون مخلص خیلی یگون شناس خیش تا میداد بیگانه نه نه. بعد زندگی که خودت کرده چیلا جان مستقل بودن زندگی را حس کرده که تا هم یک مرد بچه بله حس کردم که
خیلی زندگی پیش برنده. یعنی همه وقت کوش در گردن یک کس پرتفته نمیشه، محتاج یک کس بودن هم نمیشه. باید خودت چطور نمیشه، کنی؟ باید مهنت کار کنی. خیلی ارزان میکشی، خیلی میکنی کار میکنی چکنی. آینده و نقشه چیان؟ آینده نقشه هم چکنی خیلی کار میکنی. فرزندکو شوند به زندگی خودت میشه. در خونه پدر چی میگه؟ خونه پدری به نام خدای یا به نام دودر خودت کوارترانتی؟ کوارتران نه که میخواد که ما اینجا زن دارم، دودرم بزنه. خیلی زن میگه ممکن یا ما تمام جدا کنم. نه ما ممکن جدا نکنه خاک. برای چی؟ برای که خاک چون ما اجازه میکنم. نه سبب در چی جدا نمیکنن؟ هر یک چیز بعضا وقت پدر و مادر میگه تو فرزند خوبی یا زنت فرزند خوبه یا فلان بهمدان برای همه. خیلی که باشه چند تا که جدا نمیکنم خیلی میگه زندگی در پیش برمیگه. کار که بچم پس نگه خیلیشم ممکنه خیلی دودر زن میگه ممکنه جدا شی. یا تمام جدا میشه. ایرا بعدا وقتی که زنگ بزنه اگر کلینو سوز بگیره نگیره بعد معلوم میشه. انا که خود بعد رسول نگیره ممکنه که ما تمام جدا شی. آره نه کلا کار کردم خیلی ارزان میکشیم چکنیم کار میکنیم. حیات همه چیلا جان یک کنه همه خیلی زندگی دا یگان انسان شیشتگی کس نمیره در دانش پر کنه وای کنه مثال شکم سیر کنه. برادر جان چیزی که خواستیم یگان چیز در دل داری نسبت برادران یگان گپ یگان چیزی هست که نگفته یا یگان کس سلامی مرا برسون یگان چیزی هست با برادران پیشنهاد کنی یا تمام چیزی که بود ما همراه خودت گپ زدیم. نه سلام میخوام به غریبا میرسونم. سلام میخوام به همه غریبا میرسونم. همون روزایی که هم یا ما دستی خدایا همون روز هیچ گاه حیات خودت نمیره. نه هیچ جا من این بچه‌ها رو عیادم نمیبرم. خدمتی کداگشونه یا پخوان دارم در مسکو او را خدمتچی عیادم نمیبرم. همه بچه‌ها نداری خواهم میرسونم. رحمت و همه بچه‌ها که مرا دستی کداگیان توی ما یقین سوشید من هیچ وقت اینا فراموش نمیکنم. یعنی یک کس سبب شد که شما امروز قدر خوشبختید، مادر شما پدر شما قدر خوشبخته. بله هم وقت نه برادران عزیز در یک وقتی سوکا کسی که بارون نگاه چه خیل زده سای نه سر چیلا را نگاه که الکای سر ما آب سرکت برادرها با کدام خاطر خونه دا نکردیم که نوار خوبیه یک طبیعت زنده کانگر هم شما ببینید. دوستان عزیز از همه سپاسگزار هستم. در آخر برنامه همین را گفتنیم برادر جانا که برای پیشرفت کار ما یک متر دریغ ندارین. در حق یکای چیلا دعا کنین، التماس دعا کنین که خداوند تست صاحب فرزندش کنه. ای همه احترام خواهش میکنم. انتظار میشم که چند کس در کامنتر همین چیزا پیشنهاد کنم و شما میخواین که نوار بعدی که چیلا فرزنددار شوه ما از رادون بروردن همه را مثل همین نوار پیشنهاد شما کنیم. اگر ها در کامنتر بنویسین. در آخر یک خیر خوش میکنی برای برادرها کجا با همتون خیر سربلند خوناباد باشین. خب دوستان عزیز الله نگهبانتون.